من امیر راد هستم و توی این ویدیوی کوتاه میخوام به شما مراحل طراحی کردن پلان ساختمان مسکونی رو آموزش بدم. ما فرضمون بر این هست که توی این ساختمان قرار هست در هر طبقه یک واحد مسکونی سه‌خوابه طراحی بکنیم. دقت بکنید مراحلی که خدمتتون عرض می‌کنم فعلا باید به همین شکل طی بشه و شما نمیتونید مثلا اول بگید دو تا خوابات طراحی بکنید بعد برید سراغ طراحی سیس پلی و آسانسور. توی مرحله اول ما میایم سطح اشغالمون رو روی پلان مشخص می‌کنیم، میزانی که مجاز هستیم برای پیشروی از سمت خیابان با عنوان کنسول اون رو روی نقشه مشخص می‌کنیم. همینطور پیشروی طولی رو در سمت حیاط اگر بریم حد اکثر پیشروی که میتونیم انجام بدیم مرز کار رو مشخص می‌کنیم. این مرزبندی و محدود کردن به ما کمک می‌کنه که بعداً بتونیم کار طراحی رو راحت‌تر و بهتر انجام بدیم. بعد از اینکه سطح اشغال رو مشخص کردیم باید توی مرحله اول بیایم در مورد محل قرارگیری سیس پله و آسانسور تصمیم گیری کنیم. توی ساختمان‌های از این دست که ما هم از دل شمال نورگیری داریم و هم از زل جنوب بهترین مکان برای قرارگیری سیس پله و آسانسور در وسط پلان هست. به دلایل مختلف که مهمترین دلیل اون میتونه جانمایی بهتر فضاهای داخلی باشه. همینطور اگر ما سیس پله رو روی جدارهای اصلی سمت خیابون یا سمت حیاط قرار بدیم، علاوه بر اینکه به نمای ساختمون آسیب میرسونه، سیرکولاسیون داخلی فضاهای ما رو هم دچار مشکل میکنه. خب توی مرحله بعد ما میتونیم این سیس پله رو اگه لازم شد کمی به سمت چپ یا راست شیفت بکنیم. توی مرحله بعد میریم سراغ جانمایی فضاهای اصلی ساختمون، مثلا لکه‌گذاری پلان. خب ما باید تصمیم بگیریم که فضاهای عمومی کدوم سمت می‌خوایم باشه و فضاهای خصوصیمون در کدوم سمت پلان قرار بگیره. خب توی این کار ما میایم آشپزخونه رو چسبیده به ورودی در نظر میگیریم. همونطور که می‌دونید بهتر آشپزخونه در محل قرار بگیره توی پلان که کمترین فاصله رو تا ورودی ساختمان داشته باشه و همینطور بهتر هست که آشپزخونه شما دارای نور و تهویه مستقیم باشه که توی این پلان با جنمایی که ما انجام دادیم می‌بینیم که این اتفاق افتاده. توی مرحله بعد میریم سراغ تصمیم گیری در مورد نحوه چیدمان اتاق خواب‌ها. خب ما توی این ساختمان تصمیم گرفتیم که اتاق خواب‌ها رو در سمت راست بنا قرار بدیم. 3 تا اتاق خواب طراحی می‌کنیم. در مورد اتاق خواب‌ها نکاتی رو باید در نظر بگیرید. اولین نکته اون هست که حتما یکی از اتاق خواب‌ها رو به عنوان اتاق خواب والدین یا اتاق مستر با مساحت بیشتری طراحی بکنید. سعی کنید حداقل اتاق مسترتون 15 متر مربع زیبالا داشته باشه و تا جایی که امکان داره سعی کنید اتاق خواب‌های دیگه هم کمتر از 12 متر نباشه مساحتشون. برای همه اتاق‌ها حتما کمد با عرض استاندارد 60 سانتی متر طراحی بکنید. بهتره که توی یکی از اتاق‌ها اون کمد رو بیشتر در نظر بگیرید برای محل قرارگیری رخت خواب. یه نکته دیگه هم که در مورد اتاق خواب‌ها باید در نظر داشته باشید این هست که سعی کنید درب اتاق والدین از درب اتاق‌های دیگه کمی فاصله داشته باشه. و نکته‌ای که در مورد تمام فضاها در نظر داشته باشید این هست که در هیچ کدوم از فضاها مستقیما به فضای اصلی مثل نشیمن و پذیرایی باز نشه و حتما در این فضاها داخل فیلتر یا کوریدور مخصوص به خودشون طراحی بشه. خب توی این قسمت می‌بینید که تقریبا پلان ما کامل شده و توی مرحله بعد باید پلانمون رو با جزئیات بیشتری طراحی بکنیم. توی این مرحله میتونید عملیات ستون‌گذاری رو روی پلان هم انجام بدید و با توجه به سازه و نقشه پلان پارکینگتون طراحیتون رو و ستون‌گذاریتون رو انجام بدید. خب ما توی این آموزش سراغ پلان پارکینگ نمیریم، فقط پلان طبقات رو با هم دیگه کار میکنیم. توی مرحله بعد میریم سراغ تکمیل کردن همین پلانی که ریز فضاهاش رو با هم دیگه کار کردیم. میایم جزئیات بیشتری رو به پلانمون میدیم. به عنوان مثال من تراس ها رو جانمایی میکنم، کمد اتاق ها رو طراحی میکنم، درک‌های فضای مختلف و پنجره‌ها و نورگیری‌ها و همینطور میتونیم لبه نما رو هم تا حدودی توی این مرحله از کار طراحی بکنیم. و در مرحله آخر هم میریم سراغ مبلمان کردن پلانی که طراحی کردیم. این مرحله از کار خیلی خیلی مهم هست و شما میتونید با استفاده از بلوک‌های مبلمان استاندارد و اصول صحیح مبلمان کردن فضاهای مختلف ایرادات کارتون رو هم متوجه بشید و اگر نیازی به تغییرات جزئی و ریز در طراحیتون هست اون کارها رو هم انجام بدید. خب این مرحله هم تمام میشه و پلان ما کاملا آماده هست برای ارائه به کارفرما. متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید و امیدوارم که بهره لازم رو از این آموزش برده باشید. ما رو در آموزش‌های بعدی هم همراهی بکنید.